راز استخدس. استخدس گیاهی که رویاها را آرام و آبی می کند. در سرزمین‌های باستان استخدس را نگهبان خواب می دانستند که بوی آن ارواح ناآرام را از خوابگاه انسان دور می کند. می گویند اگر شاخه از آن را زیر بالشت بگذاری رویای تو آبی خواهد شد. استخدس از تیره نعناییان و بومی مناطق مدیترانه‌ای است. یونانیان و رومیان باستان آن را نارد یا ناردوس می‌نامیدند که به شهری سوری در نزدیکی رودخانه فرات به نام نارادا اشاره دارد. برخی دیگر آن را به عنوان سنبله و برگ جن یاد کردند. خواص جادویی استخدس بسیار زیاد است. این گیاه احساس آرامش و صلح را برمی‌انگیزد. استخدس به دلیل عطر دلپذیر، ارتعاشات مثبت و تسکین استرس و دفع انرژی‌های شیطانی یا منفی مورد علاقه است. در اسپانیا استخدس را کف کلیساها می‌ریختند و در آتش می‌سوزاندند تا مانع نیات شوم ارواح شیطانی یا پلید موقع انجام مراسمات آیینی شوند. در انگلستان ملکه الیزابت علاقه زیادی به استخدس داشت. وی هر روز چای استخدس می‌نوشید و گلدان‌های پر از گل‌های تازه آن را نگهداری می‌کرد. همچنین دستور داده بود که اطراف کاخ نیز بکارند. اعتقاد بر این است که مصریان باستان از ترکیب نوعی چربی حیوانی با گل استخدس روغنی می ساختند و برای مراسم آیین مومیایی کردن از آن استفاده می نمودند که احتمالاً به خاطر دور کردن ارواح خبیث، شیاطین و خواص ضد باکتریایی استخدس بوده است. استخدس در بین رومیان و یونانی‌ها نیز بسیار محبوب بود و در حمام‌های عمومی از آن استفاده می‌شد. اما شایعه‌ای در بین رومیان خبر از وجود افعی سمی به نام آسپ در میان گل‌های استخدس می‌داد. این امر برداشت شکوفه‌های استخدس را تبدیل به تجارتی دشوار کرده بود. طبق افسانه‌ها کلئوپاترا از یک آسپ برای خودکشی استفاده کرد. در قرون وسطی اعتقاد بر این بود که میتوان با ریختن آب استخدس روی سر معشوق خود او را وفادار نگه دارید. در هنگام طاعون نیز از دستکش‌های آغشته به استخدس برای دفع کک‌های طاعون استفاده میشد. همچنین گفته میشد که استخدس بسیاری از نیروهای شیطانی را مهار می کند و به همین دلیل ارواح خبیث وحشت زده و دور می شوند. در اینجا چند روش استفاده از خواص جادویی استخدس را به شما آموزش می دهم. آیین شمع استخدس. شمعی سبز رنگ را آغشته به روغن زیتون نموده و سپس مقداری گل استخدس را پودر کرده و شمع را در آن بغلطانید و سپس با کبریت روشن نموده و به شعله آن خیره شوید. شعله شمع استخدسی این قدرت را دارد که نیروهای اهریمنی و همزاد شیطانی را از شما دور نماید. به آرامی 14 نفس عمیق بکشید تا شمع سوخته و خاموش شود. کیسه استخدسی. کیسه نخی دوخته و چند گل استخدس را در آن قرار دهید و زیر بالشت خود بگذارید. گفته می شود استفاده از کیسه یا طلسم استخدسی ارتباط معنوی شما را با جهان هستی عمیق‌تر می کند و نیات عاشقانه شما را بهبود می بخشد. روغن استخدس برای از بین بردن انرژی منفی قبل از مراسم مذهبی مورد استفاده است. کافی است شمع‌ها، اشیاء مقدس و حتی تسبیح خود را با روغن استخدس روغنکاری نمایید. بخور استخدس برای دفع انرژی شر و همزاد و استقبال از ارواح پاک مورد استفاده قرار می‌گیرد. ترکیب استخدس و سرکه پاک کننده قوی جهت رفع انواع چشم زخم و عارض و تابه و همزاد بد از شماست. همچنین غسل آبی که با استخدس ترکیب شده است باعث می شود نیات شما تقویت شود و هر گونه همزاد بدی که در اطراف شماست دفع شود. همچنین شما می توانید تنتور استخدس تهیه نمایید.
بدین شکل که ابتدا نصف شیشه را با پودر استخوادس پر نموده و سپس روی آن الکل بریزید و 6 هفته در جای تاریک و خنک قرار دهید. در این مدت گاهی آن را تکان دهید. بعد صاف کرده و در خانه اسپری کنید. برای جلب رزق، افزایش خیر و آرامش در منزل بهترین کارکرد را دارد. البته خواص جادویی استخوادس مانند بسیاری از گیاهان رازآلود دیگر در جعبه‌های طبقه بندی شده ساخت دست بشر جای نمی‌گیرند و کسانی که به معنویت طبیعت علاقه‌مندند صرف نظر از آنچه کتاب‌ها می‌گویند به سراغ آنچه که مؤثر است می‌روند. اگر می‌خواهید که رویایی آبی داشته باشید، همین امشب کیسه‌ای از استخوادس زیر بالشت خود بگذارید.